نرخ آرد یکی از محصولات اساسی نیاز اول در تاجیکستان بالا رفته است. ساکنان میگویند اگر تا 2 هفته پیش نرخ یک خلطه آرد تا 230 سامانی یعنی تقریباً 20 دلار بود، حال آن به 250-255 سامانی یا 22 از 5 دلار رسیده است. قیمت شده. چند شده؟ 250 240. چند بود؟ خیلی ما چی میگیریم تو یک مطلب بود 230 میگرفتیم. نمیشه بعد خب به ارد ما کودکدار و ایلمون کلان بسیار میخرن نان. اما فروشنده ها بالاروی نرخ آرد را قبول نمی کنند. نرخی که پیش سودا میکردیم حاضر نرخ ما خو همون نرخ ذخیره دولتی 235 تا 250 سودا کردیم. اینجا یکی از نقطه‌های تامین شهر دوشنبه با آرد است. مالکان آن میگویند گندم در قزاقستان قیمت شد و به این خاطر نرخ آرد در تاجیکستان هم بالا می رود. ویش سورتمون 255 سوم. ویش سورت که برای کاندیداست که زیادی استفاده می‌کنم. یکم سورتمون 240 سوم نکن. دویمش بازی دویمش 240 35 هر خیلی. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانیان است و بالاروی نرخ آن به بودجه هر یک عائله تاثیر می‌رساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که قیمت آرد باز چقدر بالا می‌رود، ولی ساکنان از هر سامانی قیمت شدن نرخ آرد نگرانی می‌کنند. خیلی چکار مجبور هستیم بخریم هم بالا هم که رود. نه که ما می‌خوایم که همه چی بالا رود آرد نه. برای بسیار خلق کم‌عقل جبر میشه. تاجیکستان امکان تامین ساکنانش را با آرد ندارد و 60% طلبات مردم یعنی سالانه تا 900,000 تن آرد را از خارج وارد می‌کند.